افسانه سقط محسن و خیانت در نقل روایت. مدارک متعددی به سقط حضرت محسن اشاره کردن. بله. یکی از این کتاب‌ها کتاب الملل و النحل شهرستانی که شهرستانی نقل میکنه از برخی از علمای اهل سنت که این قضیه اتفاق افتاده و حضرت محسن در این جریان در رابطه با این قضیه نسبت میده به نظام که یکی از علمای بزرگ اهل سنت هست. میگه که نظام و نظامیه قائل بودند به اینکه ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه. تصریح کرده دیگه، صراحت از این بالاتر، که عمر بود که موجب سقط جنین حضرت محسن شد به وسیله ضربه‌ای که بر بدن حضرت زهرا سلام الله علیها وارد کرد. حتی القت الجنین من بطنها، اینقدر ضربه محکم بود به گونه‌ای که حضرت محسن در این جریان سقط شد. ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها، تا اینکه حضرت محسن سقط شد. بینندگان گرامی، یکی از سفسطه گویی ها و دروغ پردازی های آخوندان رافضی افسانه سقط محسن جنین فاطمه رضی الله عنها است. مشاهده نمودید که این آخوند رافضی روایتی را از کتاب الملل و النحل شهرستانی نقل می کند و به دروغ آن را به علمای اهل سنت نسبت می دهد. اما حقیقت این است که امام شهرستانی در کتاب الملل و النحل جلد 1 صفحه 53 عقاید فرقه نظامیه را بیان نموده که بنیانگذار این فرقه شخصی به نام ابراهیم ابن یسار ابن هانه النظام بوده که یک شیعه رافضی خرافی است. سپس در صفحه 57 به برخی از خرافات افکار این شخص اشاره نموده و میگوید: الحادیة عشر میله الى الرفض و وقیعته فی کبار الصحابه. مسئله 11، این شخص به رافضی بودن تمایل داشت و به بزرگان صحابه بد می گفت و در ادامه می آورد: وزاد فی الفریة فقال ان عمر ضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتی القت الجنین من بطنها. و این شخص به دروغهای خود افزوده می گوید عمر در روز بیعت به شکم فاطمه چنان ضربه ای وارد نمود که جنین از شکم ایشان سقط شد. حال فهمیده شد که ابراهیم ابن یسار نظام شخصی رافضی بوده و شهرستانی در کتاب الملل و النحل قول آن را نقل می کند و سپس آن را رد می نماید. نه آنچه این آخوند ادعا می کند که او از جمله علمای بزرگ اهل سنت است و این گونه جلوه می دهد که شهرستانی این روایت را نقل کرده و آن را تایید می کند و این خود دروغی بزرگ و خیانتی علمی است. ما از این آخوندها می پرسیم آیا افسانه سقط محسن معارض با آن روایتی نیست که کتب شیعه و اهل سنت نقل نمودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت وفات خیش به فاطمه رضی الله عنها فرمود تو اولین شخصی هستی که از خاندان من به من میپیوندی. اگر محسن به گمان شما سقط شده باشد پس او اولین کسی بوده که از خاندان نبوت به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیوسته، نه فاطمه رضی الله عنها. جناب حجت الاسلام، باید بدانی که هر آنچه بر زبان میرانی در روز قیامت در مورد آن بازخواست خواهی شد. پس از الله بترس و از دروغ گفتن بپرهیز و در مسائل علمی خیانت مکن. الله متعال می‌فرماید: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد.